هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برپا داشتن نماز جمعه بعد از اذان نماز وقت پیشین روز جمعه، اول 4 رکعت نماز سنت گذاشته می شود. نیت این نماز چنین است: نیت کردم بگذارم 4 رکعت نماز سنت جمعه را وقتی که بر من از روی آوردم به قبله من و جهت کعبه خالصه لله تعالی. نماز سنت جمعه مانند نماز سنت پیشین گذاشته می شود. بعد این اذان دوم خوانده می شود. بعدا امام برای خواندن خطبه به منبر می براید. بعد خطبه اقامت خوانده شده، نماز جمعه شروع می گردد. در پس سر امام ایستاده نیت می کنند. نیت کردن بگذارم فرایضه وقتی را با ادا کردن 2 رکعت فرض نماز جمعه وقتی که بر من از روی آوردم به قبله من به جهت کعبه اقتدا کردم به امام حاضر ایستاده خالصه لله تعالی. نماز جمعه را مانند نماز فرض بامداد برپا می دارند. بعد فرض 4 رکعت نماز سنت جمعه چون سنت نماز پیشین گذاشته می شود. نیت این نماز چنین است: نیت کردم بگذارم 4 رکعت نماز سنت جمعه را وقتی که بر من از روی آوردم به قبله من به جهت کعبه خالصه لله تعالی. این بود معلومات مختصر درباره نماز جمعه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.